سلام دوستای عزیز. امروز قیمت اتریوم $4500 است دوستا. چند ماه پیش یک ویدیو اپلود کرده بودم. او وقت قیمت اتریوم به 2000 یا $2300 بود. کسایی که اگر خریده بود دو ویدیو ما گفته بودم که اتریوم بخرین. دوباره امروز ویدیو که جور کرده رایسم مقصدش است که اتریوم دوباره به چانس ما و شماست که دوباره باید اتریوم بخریم. با کدام قیمت بخریم، چی وقت بخریم و چقدر بخریم، با کدام مدت بخریم. دوستای ویدیو را تا آخر تماشا کنید. اگر کسایی که در چینل نو آمده چینل لازم سابسکرایب کنید، زنگوله را هم بزنید تا که یگان وقت ویدیوهایی که در مورد ارزهای دیجیتال که اپلود میکنم به شما برسه. فعلا قیمت اتریوم اگر ببینیم $4500 است. منظور ما است دوستا اتریوم بالا میره. چه وقت میره و چقدر بالا میره. ویدیو را اسکیپ نکنید دوستا. فعلا اگر چارت ببینیم دوستا واکنش بولیش نشان میده که به روزای آمدن اتریوم بالا رفتن میتونه. یک مثال برای شما میتم. قیمت بیت کوین فعلا $1,22,000 است. اگر در اینجا ببینیم $1,22,000 قیمت بیت کوین از دوستا. در این قسمت شما دیده میتونین بیت کوین $1,22,000 و اتریوم است $4,500. یعنی به 2021 بول رن آمده بود به مارکت ارزهای دیجیتال. قیمت بیت کوین به $67,000 بود و اتریوم $5,900 بود. حال فعلا اگر ببینیم بیت کوین به $1,22,000 است و اتریوم است به $4,500. در شما که فرق بیت کوین و اتریوم را که میگم چرا؟ علت داره دوستا. قیمت بیت کوین $1,22,000 و قیمت اتریوم $4,500. باید که اگر قیمت بیت کوین $1,22,000 است کم سے کم قیمت اتریوم به $10,000 الا به $12,000 می رسید. خب ولیکن $4,500 است. از این خاطر خیلی زیاد مردم ایرا استیک کردگی است، نه هولد کردگی است، پیشون ماندگی است اتریوم و سرمایه‌دارا ایرا میخواین که اتریوم بیت کوین بالا بردن، اتریوم در جایش ماندگی است. مردم چی میکنه؟ تنگ می اتریوم خود سودا میکنه، میفروشه. چرا؟ میگه اتریوم بالا نرفته راسته، از او بهتری بود که بیت کوین میخریدیم، بیت کوین خیلی بالا رفت و فایده میکنیم. حالا هم چی میکنه؟ آهسته آهسته مردم اتریوم خود میفروشه و داخل بیت کوین میره و بیت کوین به وقتای آمدن به یک جا قیمتش استاد میشه. خب ولیکن اتریوم که یک دفعه شور خورده دوستا، خب قیمت اتریوم به $8,000 الا $12,000 قیمت اتریوم میرسه دوستا. از این خاطر میگم که اگر کسایی که به 2300 به 2100 نخریدین اتریوم، وقتم یک ویدیو جور کرده بودم، او ویدیو رو هم شما دیده میتونین. وقتم گفته بودم که اتریوم بخرین، چقدر زورتون میکشه بخرین. آلی هم میگم که اتریوم بخرین، خب لیکن به طریقه نه. مثلا شما $1,000 دارین، به $1,000 شما اتریوم میخرین. یک قیمت فعلا قیمتش اگر فعلا میخرین به $4,500 است، به قیمت هم خریده میتونین به $200 و $200 دیگه به چند میخرین؟ به $3,700 یا $3,800 و $400 خریدین اگر قیمتش پایین آمد و سوم خریدتان است به $3,300 $600 شد. اگر دوستو از این قسمت مثلا قیمتش اگر از اینجا بالا بروه، مثلا در قسمت شما خریدین، درسته در $4,500 هم خریدین و به $3,300 هم و با $3,700 هم و $3,300 هم. حالا یک اوریج جور شد. خریدتون در چند تمام میشه؟ نه به $4,500 نه به $3,300. مثلا خریدتون میشه به $3,800. دوستا اگر دوباره کمی پایین و اگر دوباره کمکی هم بالا بروه به شما 100% فایده میده دوستا. 100% از اینجا شما فایده گرفته میتونین. خب ولیکن اگر شما میخواین که اتریوم برای 1 سال 2 سال یا 6 ماه 2 سال 3 سال اگر شما نگاه کنین پیشتون دوستا، آلت کوین از سیزنش فعلا شروع نشده. آلت کوین کلش تقریبا قیمتاش خیلی پایین است. خب ولیکن اتریوم
خیلی چانس زیاد داره که به $8,000 برسه، به $12,000 برسه. اگر مثلا کسایی که یک اتریوم اگر به $4,000 هم اگر بخره دوستا، به $10,000 هم سودا کنه و $6,000 فایده میکنه. مثل همین دوستا ما بیت کوین گفته بودم به $19,000 $21,000 بود. ما گفتم که کم چقدری که زورتون میکشه به $1,000 به 1000 افغانی بخرین، به 5000 افغانی بخرین، چقدری که زورتون میکشه بیت کوین خریده بمونین به کار میاد. کسایی که او وقت اگر یک بیت کوین هم خریده بود، یعنی تقریبا به $20,000 اگر خریده باشه، امروز $1,20,000 است، یعنی $1,00,000 از یک بیت کوین فایده گرفته باشه. اما تو حالا یک اتریوم که اگر مثلا شما به 3500 الا $4,000 اگر بخرین، به وقتای آمدن از این ارز از اتریوم شما میتونین $6,000 $5,000 $7,000 الا که $10,000 هم از این کوین شما فایده گرفته میتونین. دوستان منظور من این است دوستا، کسایی که میخواین که از ارزهای دیجیتال پول درآمد کنن، باید که چارتش ببینین. تریدینگ ویو یک وبسایت است، دو برین چارتش اعلام کنین، روزانه را ببینین، ویکلی را یعنی هفتگی که چارت ببینین، 4 ساعته را ببینین، خودتون باز میبینین از کجا قیمتش بالا رفته و در کجا است، چقدر بالا رفته میتونه. اینجا اگر ببینیم دوستا، از یک قسمت اگر از اینجا اگر بالا بره و دوستا، من خودم خریدار هستم، از اینجا من میخرم خودم، از این خاطر که با 5,000 یا $6,000 ما تارگتم است، در اونجا ما میفروشم. چرا که ما قدر زیاد نگاه نمیکنم. اگر از این قسمت اگر بالا رفت قیمتش دوستا، در اینجا اگر یک پول بک بزنه ما میخرم دوستا. تارگت ما است 5,000 الا $6,000 است. ما $6,000 تارگت ما است، در این قسمت ما میفروشم دوستا. تارگت ما است اگر در این قسمت آمد، یا اگر از اینجا کراس کنه، اگر روزانه را چارت است سوا یا دیگه سوا، اگر از اینجا بالا شوه، یعنی این خط اگر کراس کنه 4,600 یا 4,550، اگر در این قسمت ها اگر در گیر ما آمد، اگر در اینجا تاییدی داد دوستو، ما میخرم از اینجا. یعنی تارگت ما $6,000 میشه. و اگر دوباره اگر پایین آمد هیچ مشکلی نیست، باز یک سپورت دیگه داریم. اگر از اینجا بیا دوباره یک چانس دیگه است، در $3,800 یک چانس خوب داریم که ما بخرم. اگر ما استاپ لاس هم میلگانم، اگر مثلا اگر این ترند لاین که جور شده، اگر این را بشکنه پایین بیاید، مثلا از این قسمت ما خودم کوشش میکنیم که از این خریداری ما برایم، یعنی ما اتریوم خدا بفروشم در اینجا. اگر نیامد دوستا، ما که چرا با کم مدت میخرم و قدر ما پیشم نگاه نمیکنم، برای ما ترید میخرم ما. اگر از اینجا دوباره اگر بالا بره وقتی خیلی فایده است، یعنی یک چانس خیلی خوب است. از اینجا اگر خریداری کنم با $3,800 و دوباره ما $4,500 در $4,400 ما فروخته میتونیم دوستان. در اینجا در این قسمت در داخل اگر چینل باشه، اگر از چینل اگر پایین آمد، خب قیمتش باز چانس زیاد داره که به $3,400 یا $3,300 در ما یک خوب موقع باشه که ما بخریم از اینجا. اگر از اینجا بالا رفتم میخرم ما دوستا. از اینجا یک تاییدی بده کندلای 4 ساعته اگر در بالا اگر جور شد دوستا، اگر در اینجا تاییدی داد ما میخرم. تارگت ما باز $6,000 از دوستا. امیدوارم که امروز ویدیو خوشتان آمده باشه دوستا. ویدیو اگر خوشتان آمده باشه لایک لازم بزنید. کدام سوالی دارین با کامنت لازم نوشته کنید. یک جان تشکر. خداحافظ دوستا.